میفهمین اگه پودر نارگیل بریزین توی ظرفی، بعد ارده تنوری جنوب و اسل و کمی هلم اش اضافه کنین و مخلوطش کنین تا ایتو ووه، بعد توی ظرفی کیسه فریزری بندازین و خلال پسته و بادام بریزین، کفش و مواد تام بریزین توش و صافش کنین و بینینش تو فریزر تا سفت ووه. بعد هم تو قشنگ برشش بزنین. یه حلوا ارده بدون شیر خشک و نارگیلی داریم که خیلی خوشمزه و هیچ جا مثلش پیدا نمی‌کنین. اردو هم سیتان بگم برند خمان یعنی 49. حالا من نمیخوام تعریف الکی بدم، ولی خداییش هر کی اردو خورده میگه اصلا اردهای قبلی ورش هیچه، مخصوصا اگه با خرمه خصوصی بخوریش. خودتان میتونین مستقیم برین تو هایلایت ها بخونین ببینین چقدر تعریف دارن. ما دارم گپی مشتریاسی شما میگم، اخم هیچی نمیگم، حالا دی با خودتانه، ولی خود تعریف خود نوو همه محصولات ما داستانشان هم نه. یه سری بیاین تو پیج قشنگ هایلایت ها متوجه وایوین چطوره. تو کپشن هم یه چی مهم میستان گفتم بخونینش قربان.